رضا گودرین، نماینده انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان جهان ایپس هستم. امشب بعد از 6 پیروزی متوالی در سازمان وان به عنوان نخستین ایرانی موفق به اخذ قرارداد $100,000 سازمان وان از لیگ لومپینی شدی. چه حسی داری پرهام؟ حس خیلی خوبی دارم. واقعا خیلی سخت تمرین کردم واسه این شب، واسه این قرارداد. واقعا تلاش کردم و خدا رو شکر تونستم امشب بعد 6 تا بازی سخت بگیرم. با توجه به اینکه در مصاحبه‌های قبلی گفته بودی که هدفت کسب عنوان قهرمانی این وضع هست، حالا چه تدابیری برای مبارزات بعدی این بار در لیگ اصلی سازمان وان داری؟ خب من احساس میکنم که این تازه استارت واسه من. این قرارداد تازه شروع بازی‌های سخت‌تریه که در آینده در پیش رو دارم و اینکه 100% با فکرتر، با برنامه‌ریزی بهتر تمریناتمو بیشتر میکنم واسه آینده، واسه بازی آینده. بذار سوالمو کمی بازتر کنم. دسته خروس‌وزن یا بنتم ویت سیلی از بهترین محیط‌های کارها رو در خودش جای داده. برای رسیدن به بهترین های این دسته چه برنامه‌هایی داری؟ خب به همه حریفایی که دارم احترام میذارم. خب میدونم این وزن سختیه، بهترین بازیکن‌های دنیا تو این وزن هستن، ولی خب من به نظرم جا دارم برای تغییر و برای بهتر شدن و اینکه تمریناتمو بیشتر میکنم و 100% تو بازی‌های بعد، برای بازی‌های بعد بهتر و تکنیکی‌تر ظاهر میشم. 12 برد متوالی در تایلند یک آمار استثنایی هستش که بهش دست پیدا کردی و در حال حاضر با اختلاف رکورددار پیروزی مبارزان ایرانی در سازمان وان هستی. با توجه به اینکه رسانه‌های بزرگ دنیا همچون اسکای اسپورت، آتلوک، اسپورتسکیدا، نشنال و بسیاری از رسانه‌های معتبر دیگه به دفعات این پیروزی‌ها را پوشش دادن، نظرت درباره پوشش رسانه‌های ملی در ایران چی است؟ آیا کیفیت و پوشش مناسب داشتن؟ خب من هیچ حمایتی از شبکه‌های ایرانی نداشتم. خیلی از شبکه‌های خارجی و سایت‌ها، وبسایت‌ها از من حمایت کردن و اسم منو شیر کردن، همه جا ازم نام بردن، ولی از ایران هیچ حمایتی نداشتم و امیدوارم که از این ورزش مثل ورزش‌های دیگه حمایت بکنن. Cotton Petsaman, Parham's manager and Petsaman gym's owner. As you know, there are more foreigner fighters in the main league of the One Championship. This means that the fighting style is different from Lumpini's. What plans do you have for a Parham? Are you planning changing the training methods? Yeah, sure. After this fight, we can see something different. But for sure, we have some plan for next fight. Please stay tuned. We're not tell right now. As an important question is about your management method. You weren't a fighter, but you were a successful manager for Parham. This is Will Parham has a bitter experience in past gym, but he's now 12-0 in your gym. Please explain for us. In my opinion, first, when all fighters come to my gym, I have to change them mindset first. I have to tell them like they have to thinking about glory more than money. When you're thinking about glory, sure, you can be a good fighter. Then money can be later. Perfect. For the last question, what's your opinion about the other Iranian fighter as you manager? I love the way of the Iran boy fighter, you know, especially like discipline and routine. They really focus and active the way of training. And don't give up with the training, even they get hurt, something like this, so they motivate. What's your message for a talented fighter, young fighter as Parham? It doesn't matter from Iran or other nationality. And I want to know what's your message, what's your planning of them, and what's your idea for them? In my idea, you know, like example like Parham. Parham also come from the fighter who lost and his passion go down, you know, but he don't give up. And the way what he listen is he always continue, keep training and continue like this, so he deserve. پرام از منیجرت سوال کردم
در مورد متد تمرینی این سوال رو به صورت فارسی از خودت هم میپرسن. همونطور که میدونی متد بازی توی وان لومپینی با تو لیگ اصلی سازمانمان خیلی متفاوته. توی وان لومپینی بیشتر برای ناکوت کردن میرن جلو، بیشتر رو به جلو بازی میکنن و سعی میکنن ضربات تک، ضربات نهایی یا طوری بازی کنن که بازی به سمت ناک اوت کشیده بشه. این چیزیه که در واقع وان نیاز داره، چیزیه که درصد ویو رو میبره بالا. اما الان وضعیت فرق میکنه، تو دیگه نمیتونی به عقب برگردی. قراردادت امضا شده و وارد سازمان وان شدی. تو وزن خودت بیشتر بازیکن‌ها خارجی هستن، استایل کیک بوکسینگ، بوکس و حتی داشتیم بازیکنایی که از ام ام ای اومدن موی بازی کردن و استایل ها کاملا متفاوته. پس طبیعیه نمیتونی مثل گذشته با یک متد خاص تو وان لومپینی بازی کنی. برنامه دقیقت برای اینکه با فایترهای متفاوت از کشورهای مختلف با استایل‌های مختلف بازی بکنی چیه؟ خب من عاشق این بازیم و اینکه تیم خوبی دارم، گروه خوبی دارم و منیجر و مربیایی که کنارم هستن. خوب آنالیز میکنیم بازی‌ها رو، واسه بازی‌های بعد بهتر ظاهر میشیم، تکنیکی‌تر ظاهر میشیم و اینکه به نظرم من تازه اول رو مسیرم، به نظرم سنی ندارم و میتونم در آینده خیلی 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 بهتر ظاهر بشم. خیلی ممنون. پرهام غیرتی، ملی پوش سابق موی تای ایران و بازیکن حال حاضر سازمان وان، و کاتن پتسامان، منیجر پرهام و بنیانگذار و مالک باشگاه پتسامان.